سلام و درود خدمت دلهای مهربانتان بیننده های عزیز. خوش آمدید به برنامه ضرب المثل ها با روحینا. بنده روحینا سلیمی هستم، گرداننده برنامه ضرب المثل ها. در این برنامه ما ضرب المثل هایی را میشنویم که از دل تجربه های مردم آمدند و پشت هر ضرب المثل یک داستان، یک درس و یک زندگی پنهان است. امروز چند ضرب المثل جالب را با داستانهایشان برای شما روایت میکنم. اگر شما هم علاقه‌مند داستانهای ضرب المثل ها هستید پس با ما همراه باشید. ضرب المثل اول: قطره قطره دریا می شود. خب این ضرب المثل رو ما همیشه شنیدیم که میگه قطره قطره دریا میشه. سالها پیش در یک قریه کوچک مرد فقیر زندگی میکرد. او زمین کوچکی داشت و هر روز کمی کار میکرد. مردم قریه او را مسخره میکردند و میگفتند که این کارهای کوچک چی فایده دارد؟ تو هیچ وقت ثروتمند نمیشوی. اما آن مرد هر روز یک کار کوچک انجام میداد. یک روز یک درخت میکاشت، روز دیگر یک سنگ زمینش بر می داشت، روز دیگر آب ذخیره می کرد و همین گونه سالها گذشت. کم کم زمین خشک او تبدیل شد به یک باغ زیبا. درختان میوه دادند و محصولها هم زیاد شد. مردم قریه تعجب کردند و گفتند که چطور دانستی؟ مرد لبخند زد و گفت قطره قطره دریا میشه. پس ما از این داستان نتیجه میگیریم که گاه کارهای کوچک اگر که پشت باشد ادامه داشته باشند بزرگترین موفقیت ها را میسازند. ضرب المثل دوم: از تو حرکت از خدا برکت. به اصطلاح عام ما میگیم برش که تو حرکت که خدا برکت میکنه. خب میپردازیم به داستان ازی. روزی جوان نزد پیر دانای رفت و گفت من همیشه دعا میکنم اما زندگیم بهتر نمیشود. پیر دانا پرسید ازش که تو چی کار میکنی؟ جوان گفت هیچ کار نمیکنم، فقط دعا میکنم که خدا کمکم کنه. پیر دانا لبخند زد و گفت اگر کشاورز